كل أعدائي ذنبي تعلاني من قلبي الحي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال را سپاس گزار هستیم که برای ما فرصت عنایت نمود تا با یک برنامه جدید خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته با اولین قسمت برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. همکاری عزیزم استاد فضل الحق سلیمانی را در استودیو با خود دارم که در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. من هم خدمت شما برادر عزیزم استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت هم بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم از اینکه این فرصت نصیب گردید تا به همراه شما در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند باشیم ان شاء الله. تشکر، سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته این برنامه کاملا جدید هست. موضوعاتی که در این برنامه مطرح می شود کاملا موضوعات جدید خواهد بود. هیچ ربط با برنامه‌های دیگری شبکه در ظاهر البته نخواهد داشت. یک جو و یک فضای متفاوت و متغیر را از خلال این برنامه و در این برنامه احساس و لمس خواهید کرد ان شاء الله. عنوان برنامه یا نام برنامه ما زلال ایمان است که چهارشنبه ها ساعت 7 عصر یا ساعت 5 عصر به وقت مکه مکرمه تا ساعت 18 تا ساعت 6 البته به مدت 1 ساعت است این برنامه زنده ما و البته تکرار هم داره در خلال هفته ان شاء الله جناب استاد سلیمانی. تکرار هم خواهد داشت. بله، 2 تکرار هم در خلال هفته خواهد داشت. با اولین قسمت این برنامه ایمانی و با این فضای ایمانی خدمت شما هستیم. نام برنامه ها البته با جا دادن کلمه و لفظ عظیم ایمان همان جو و احساس ایمانی را اولا برای ما و سپس بر شما بیننده های عزیز انتقال خواهد داد. در این برنامه و اولین برنامه زلال ایمان سعی میکنیم که به طور کلی این برنامه را تحت بحث و معرفی قرار بدهیم که هدف از این برنامه چیست و موضوعات و محتواهایی که در این برنامه زیر بحث قرار میگیرن چی خواهند بود. ان شاء الله معرفی این برنامه را با استاد سلیمانی عزیز شروع میکنیم. در ابتدا از جانب استاد ما میخوایم که برای ما بگویند که هدف از اجرا یا آغاز کردن یک برنامه جدیدی با عنوان زلال ایمان از شبکه جهانی وصال حق چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. همون گونه که شما اشاره فرمودید در صحبتاتون، این برنامه که به هر حال الحمدلله اولین قسمتش رو به همراه شما آغاز کردیم و بینندگان عزیز، همون گونه که از اسم برنامه مشخص هست، موضوع ایمان، ما سعی میکنیم که حول این محور در این برنامه در یک فضای متفاوت صحبت بکنیم. ما خیلی از ماها، نگم خیلی، همه ما مسلمان ها اگر به ما گفته بشه که ایمان داری، بگیم این چه حرفی میپرسه، شاید اصلا ناراحت بشیم از این صحبت و از این سوال. یعنی این رو یک نوعی اهانت و توهین به خودمون حساب بکنیم که تو ایمان داری. همه ما در پیش خودمون ایمان داریم. همه ما در تصور خودمون، در باور خودمون، در خلوت خودمون، در جلوت خودمون، در جلوی جمع میگیم ما مؤمنیم، ایمان داریم. اما اگر از من بپرسن ایمان یعنی چی اصلا؟ این ایمانی که تو داری، این ایمان چی هست؟ به چی ایمان داری؟ چه تأثیری در زندگی تو داره؟ آیا واقعا من وقتی که میگم ایمان دارم، من باور دارم، من ایمان دارم به چی ایمان دارم اصلا؟ آیا معنای حقیقی ایمان رو فهمیدم اصلا؟ چه مواردی رو من باید بهش ایمان داشته باشم اصلا؟ آیا میدونم که من این وقتی که میگم ایمان دارم چه موقع در ادعای ایمان خودم صادق هستم؟
از بعد نظری، یعنی اون چیزهایی که بر من واجب هست که تصدیقش بکنم و ایمان داشته باشم، و مهمتر از این در بعد عملی، منی که میگم ایمان دارم، آیا واقعا منی که ایمان دارم در این ایمان خودم صادقم؟ آیا من واقعا وقتی که میگم ایمان دارم، ایمان من اون ایمانی هست که انتظار میره و اون ایمانی هست که من رو به اون اهدافی که ایمان داره میرسونه؟ ما اگر نگاه بکنیم میبینیم شیطان هم وقتی که الله متعال شیطان رو معرفی میکنه در قرآن کریم، در همون مباحثه بین شیطان و خلقت آدم علیه السلام و حکایت سجده بر آدم، تعابیری استفاده میکنه که نشان از ایمان هم داره. ببینید ما الان وقتی که شیطان صحبت میکنه، اولین صحبتی که مثلا مطرح میشه از دلیل سرباز زدنش میگه رب خلقتنی من نار و خلقته من طین. و اینجا چی میگه؟ ربه همون مخفف یا ربه هست، ای خدای من، پروردگار من. به ربوبیت الله متعال اعتقاد داره. این یکی بدون شک. خلقتنی، تو منو خلق کردی. به خلقت و خالق بودن الله متعال معترفه، هم به رب بودن، به خدا بودن الله متعال معترفه، هم به خالق بودن الله متعال معترفه. شیطان معترفه دیگه، خود الله متعال معرفی میکنه برامون در قرآن. همچنین نه تنها این موضوع، بیشتر از این در آیه دیگری باز میگه که قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. خدایا به عزت تو قسم که من اینها رو گمراه خواهم کرد. حتی عزت و جلال و کمال رو هم بر الله متعال قائله و حتی قسم میخوره به عزت الله متعال. اینا همش چیه؟ این نوعی از ایمانه. این نوعی از ایمانه. ربوبیت رو قبول داره، خلقت رو قبول داره، عزت رو برای الله متعال قبول داره. ابلیس، صحبت از کیه؟ ابلیس ملعون که الله متعال لعنتش کرده و نماد شرارت و شر و کفر و ضلالت شیطانه دیگه، ابلیس دیگه، از این بدتر که نداره. نه تنها این موارد، بلکه موضوع روز قیامت رو هم بهش باور داره. دلیل در قرآن خود الله متعال فرمود قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. به قیامت هم اعتقاد داره، به بهشت و دوزخ هم اعتقاد داره، این باور داره. خب الان ما یک ایمان، اینجا تعابیر در این آیاتی که ما الان ذکر کردیم برای ما یک نوعی از ایمان رو مطرح میکنه. ایمانی که ایمان ابلیس، یک ایمان ابلیسی. اعتقاد به خدا، اعتقاد به خلقتش، اعتقاد به عزتش، اعتقاد به قیامت و روز سزا و جزا و حشر و بهشت و دوزخ، اعتقاد به همه اینها هست. اما چرا لعنت میشه؟ اما چرا شیطان میشه؟ اما چرا ابلیس میشه؟ این اعتقاد هیچ وقت در مرحله عمل خودش رو نشون نداد. این اعتقاد اون نیرویی رو که باید در وجود ایجاد بکنه ایجاد نکرد. این اعتقاد اون رفتاری رو، اون احساسی رو، اون بندگی رو که باید در برابر الله متعال در وجود ابلیس بیاره نیاورد. و ما خیلی از ایمانهای ما متاسفانه ایمانهای ابلیسی است. خیلی از ماها ایمان ما یک ایمان ابلیسیه. ایمانی که انسان رو مرحله عمل نمیکشونه. ایمانیه که الله متعال وقتی در آیات قرآن کریم وقتی که ما بررسی میکنیم لا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، وقتی که اونها الله متعال میفهمن افرادی هستن به سمت نماز میرن، خیلی به زور میرن به سمت نماز. این وصف کیه؟ وصف کسایی که الله تعالی میفرماید که و من الناس من یؤمن بالله والیوم الاخر، من ایمان دارم به الله و روز قیامت و ما هم بمؤمنین، اما ایمان نداره. این اون ایمانیه که قبول شده نیست. این اون ایمانیه که ما میگیم یک عده‌ای از کسانی که ادعای ایمان دارن اینها در صف منافقین قرار میگیرن. الان ما خیلی مهمه که موضوع ایمان رو اصلا ما فهمیدیم. ایمان رو آیا اون چیزهایی که از ما طلب میکنه ایمان، آیا ما اینها رو در زندگی آوردیم؟ آیا منی که میگم ایمان دارم زندگی من میگم ایمان دارم به الله تعالی، من میگم ایمان دارم به روز قیامت، خب اینها رو که شیطان هم ایمان داشت. من میگم ایمان دارم به همه این موارد، به پیامبران الهی، به کتاب‌های آسمانی، اما من وقتی که زندگی منو نگاه میکنه کسی بین منی که زندگی من به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مؤمن زندگی میکنم در یک جامعه ای، با اون کسی که مسیحی که همسایه من هست در دیوار مجاور من زندگی میکنه، زندگی ما هیچ تفاوتی با هم نداره. ظاهر زندگی ما یکیه.
نشست و برخاست ما یکیه. آنچه که من میخورم و مینوشم با آنچه که او میخوره و مینوشه فرقی نمیکنه. آنچه که من میپوشم و رفتار میکنم با اون فرقی نمیکنه. گاهی او بهتر از این هم میباشه. گاهی با تعبیر شما اون منصفتر از منه. اون در اخلاقش، در رفتارش، در تعاملش پایبندتر از منه. من در معامله من، تجارت من، مال من، زندگی من از هر راهی که بخوام به دست میارم، پول به دست میارم، مال به دست میارم. برام مهم نیست که این راه آیا در چارچوب اون ایمانی که من باش اعتقاد دارم، اون ایمانی که من ادعای اون رو دارم جا میگیره یا نمیگیره. آیا این مورد رضایت الله متعال هست یا نیست. من فقط یک هدف دارم، مال به دست بیارم. از چه راهی برام مهم نیست. مؤمنم هستم. کسی هم به من بگه تو ایمان داری؟ ناراحت میشم. چه حرفیه؟ بله ایمان دارم. این کار چیه پس؟ این معاملت چرا اینطوریه؟ این رفتار چرا اینطوریه؟ چرا سفرت این مدلیه؟ چرا لقمه‌ای که میخوریم متوجه نیستیم؟ من دست و بالم بازه در رابطه با اطرافیان. آقا با هر کی بخوام میشینم، با هر کی بخوام رابطه دارم، با هر کی بخوام نشست و برخاست دارم. در حیطه ارتباط خودم با انسانهای اطراف خودم هیچ خط سرخی ندارم. آقا دوست دارم با این میشینم، این دوست منه، اون دوست پسر منه، این دوست دختر منه، اون یکی همکار دانشگاه منه، این یکی همکار اداره منه. آقا ما دوست داریم همدیگه رو، دلامونم پاکه، با هم می‌نشینیم، صحبت می‌کنیم، رفتار داریم. منی که ادعای ایمان دارم در تعامل خودم با اطرافیان خودم، با اون کسی که من اون رو کافر میدونم و میگم این مسلمون نیست، این مؤمن نیست، کافر، ایمان نداره، در این رابطه هیچ فرقی با هم نداریم. این هم ادعای ایمانه دیگه. اینم یک نوع ایمانه. این ادعای ایمان داره شخص. اینه که ما در خیلی از مراحل زندگیمون، من ادعا میکنم آقا مؤمنم، اما در مصیبت ها، اما در سختی های زندگی، اما در مشکلات زندگی، اما در پیچ و خم زندگی، در پستی و بلندی های زندگی، هیچ استقامتی از من در مواجهه با این موارد مشاهده نمیشه. اون استقامتی که یک انسان مؤمن ازش انتظار میره، اون استقامتی که وقتی که ما در تعریف مؤمن، در تعریف ایمان، وقتی که در قرآن نگاه میکنیم، مؤمنینی رو وقتی برای ما الله تعالی مثل یوسف علیه السلام برای ما معرفی میکنه، با اون همه پستی و بلندی زندگیش، وقتی که به چاه میفته، وقتی که در بازار فروخته میشه، وقتی که به تهمت ناکرده 9 سال به زندان میفته، به هیچ وقت دست از صبر، دست از استقامت، دست از توحید الله متعال، دست از تمجید الله متعال بر نمیداره، هیچ وقت ناشکری نمیکنه. امثال اینها رو وقتی ما میبینیم، من وقتی که نگاه میکنم خودم مقایسه میکنم با اون، میبینم اصلا زمین تا آسمون حکایت افلاک و خاک. اصلا آیا من مؤمنم؟ این سوالیه که ما باید همه از خود بپرسیم. آیا من در ادعای ایمان خودم صادقم؟ ایمان من آیا اون ایمانی هست که قابل قبول باشه؟ آیا اصلا من معنای ایمان رو فهمیدم؟ اصلا این ایمان چه ویژگی هایی داره؟ چه تأثیراتی در وجود من میاره؟ ما نمیخوایم در بعد علمی صحبت بکنیم، نمیخوایم بیایم اینجا یک کلاس درس قرار بدیم بگیم آقا بنویسید، مثلا انگار که دانشگاه است، کلاس دانشگاه است، یک ماده ما درسی داریم به اسم ایمان. الان میخوایم امتحان بگیریم، آخر ترم فقط یک چند تا سوال بپرسیم و حفظ بکنیم و جواب بدیم. اگر این رو جوری ابلیس هم بگذاریم 20 میگیره. در این امتحان ابلیس هم 20 میگیره. نمره 100 میگیره. حالا جایی که 20 نمره از 20 نمره از 20 میگیره، 100 نمرهش از 100 میگیره. ابلیس رو اگر شما سوالهای ایمانی جلوش بگذاریم همه رو کاملا جواب میده و نمره 100 میگیره. در این امتحان ما هدف ما این نیست اصلا. نمیخوایم درباره ایمان ابلیسی صحبت کنیم. ایمان ابلیسی ملاک نیست، معیار نیست که ما فقط بشینیم یاد بگیریم. من یاد بگیرم، من آقا خورشید خیلی مفیده، خورشید نیرو داره، انرژی داره. نمیدونم اگر کسی مشکل ویتامین دی داشته باشه، بره جلوی خورشید، نور مستقیم، فضای باز، 15 دقیقه 20 دقیقه اگر خورشید با پوستش برخورد داشته باشه، ویتامین دی مورد نیاز بدنش تأمین میشه. من بشینم داخل خونه بگم واقعا این خورشید این فواید رو داره، این ثمرات رو داره، خیلی مفیده، ویتامین دیش اینطوری است، اما هیچ وقت نرم بیرون زیر خورشید، هیچ وقت به اون چیز نمیرسم. با اون هدفی که از این علم هست که چی هست؟ که به دست آوردن هست، که استفاده کردن هست، من نمیرسم. یک نسخه رو یک مریضی که شدیداً نیاز داره به دارو،
شدیداً برای نجات جسم خودش، برای نجات جان خودش نیاز به دارو داره. یک متخصصی براش یک نسخه نوشته گذاشته بالا سرش، این نسخه رو داده که استفاده بکن طبق دستورالعمل. بیاد بگه عجب دکتری بود ماشاءالله، عجب انسان متخصصی بود، عجب پروفسوری بود، درسشو فلان دانشگاه خونده، دندک اینجوری گرفته بود، انقدر عالم بود، تو من دهن باز کردم گفت مشکل تو چیه، حتی من نگفته تو گفت از چشت معلومه که این مشکل داری، از گوشت معلومه این مشکل داری، از حرکتت معلومه این مشکل داری، تو خوابت اینطوره، تو غذات اینطوره، اینو میخوری. اصلا انگار که علم غیب داشت. نیم ساعتم تعریف و تمجید بکنم از این دکتر، نسخهش ماشاءالله چه خط انگلیسی قشنگی داره، عجب خطی نوشته، فقط خودش میتونه بخونه، ما که اصلا سوادمون به حد نمیکشه. این نسخه داروهاش تو داروخونه هر دارویی چند هزار دلار قیمتشه، چقدر ماشاءالله ماشاءالله. چه فایده میکنه این مریض تا وقتی که این دارو رو نگیره؟ بعد که حتی برای اینکه بگیره عجب شربتیه، عجب قشنگ قیافش، عجب قرصای گنده و درشتیه، عجب پاکتای قشنگه، تا وقتی که این استفاده نکنه این دارو رو، تا وقتی که طبق دستورالعمل هم استفاده نکنه، آیا این نتیجه این دارو رو میبینه یا نمیبینه؟ ابدا. خیلی از مشکلات زندگی ما این گونه است. خیلی وقت‌ها ما در زندگی ما مؤمن، انسان مؤمن رو الله متعال میفرماید فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی، کسی که پیرو هدایت من باشه که ایمانه. اگر نباید شقاوت داشته باشه، نباید به ضلالت و گمراهی بکشه. دنیا محل لذت بردن برای انسان ها، البته من به یقین میگم که الله متعال دنیا رو برای انسان خلق کرده و انسان رو در این دنیا آورده و تمام آنچه در آسمان و زمین مسخر کرده برای انسان تا انسان از زندگیش لذت ببره. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالی اراده آسانگیری داره برای شما و اراده سختگیری نداره. اما این لذت تعریفش چیه؟ معناش چیه؟ این لذت رو فقط کسی میتونه به دست بیاره که ایمان رو بفهمه. کسی میتونه به دست بیاره که در چارچوب ایمان صحبت بکنه. و الان ما هدف ما در این برنامه این است که میخوایم به این برسیم. چطور به این معنی برسیم؟ به ایمان برسیم. چطور به واقعیت ایمان دست پیدا بکنیم؟ که این در خلال خودسازی، در خلال تزکیه ما به این هدف میرسیم که همون یکی از اهداف مهم رسول صلی الله علیه و سلم از بعثت و رسالتشون که ابراهیم علیه السلام قبل از نبوت رسول صلی الله علیه و سلم بهش اشاره کرد، فرمود که ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، پیامبری برای این امت برگزین، برای کسانی که میآیند در مکه در آینده، یتلو علیهم آیاتک، که آیات تو رو بر اونها تلاوت بکنه، و یعلمهم الکتاب، بهشون تعلیم بده کتاب رو، و الحکمت و سنت رو، و یزکیهم. ببینیم تلاوت کتاب هست، تعلیم کتاب هست، شرح قرآن و شرح سنت هم هست، همه اینها هست، اما باز هم تکمیل نشده این کار. یک مسئله مهم هست، و یزکیهم، باید تزکیه بشن، باید خودسازی بشن، باید اصلاح بشن. ما سعی میکنیم در این برنامه با امید الله متعال در این بعد آخر صحبت کنیم، بحث تزکیه و یزکیهم. تعلیم کتاب را الحمدلله در برنامه‌های دیگه داریم، تعلیم تلاوت قرآن، شرح آیات قرآنی، ترجمه معانی آیات قرآن، شرح سنت به اقسام مختلف و شبهات و دفاعش، همه برنامه‌ها در حول این محور میچرخند. در بعد تزکیه هم گرچه برنامه‌های مختلف ما باز هم در این زمینه فعالیت میکنه، اما سعی میکنیم به صورت خاص‌تر ما در این برنامه در این بعد صحبت کنیم با هم، در بعد تزکیه، اصلاح و خودسازی که ما رو به اصل ایمان برسونه، به خالص بودن ایمان، به یک ایمان خالص، به یک ایمان زلال. و تلاش میکنیم در برنامه زلال ایمان به این هدف دست پیدا بکنیم با امید الله متعال. تشکر جناب استاد سلیمانی عزیز. بله بیننده های عزیز، جناب استاد گفتن که هدف اساسی این برنامه همون مقطع از آیه مبارکه است که جناب ایشان تلاوت کردند که حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرده بودند که خداوند یک پیامبر از نفس ما، از میان ما بفرستد که برای ما کتاب و سنت را بیاموزد و یزکیهم و تزکیه و اصلاح بکند ما را. گفتن هدف اساسی این برنامه تزکیه نفس های. اولا از من شروع بکنید جناب استاد سلیمانی عزیز. البته اولا سعی میکنن که من رو تزکیه کنن و سپس
احمد جان که پشت صحنه است با جاوید جان و انشالله از خلال این برنامه که همه ما شما بتانیم خودمان را تزکیه و اصلاح بکنیم و هدف والای همان ایمان که هست به او برسیم و یک ایمان محمدی را کسب بکنیم، نه ایمان ابلیسی که جناب استاد اشاره کردن که ابلیس هم و بسیار چیزهای ایمان داشت که شاید امروز تعدادی از مسلمان ها هم در آن موارد شک داشته باشند. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید. قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با اولین قسمت برنامه جدید زلال ایمان خدمت شما هستیم. البته قبل از اینکه به میان برنامه برویم، جناب استاد سلیمانی عزیز هدف و اهداف این برنامه را مشخص کردند که همانا تزکیه و اصلاح نفس هست. جناب استاد، میشه برای ما بگویید که چرا وقتی که هدفتان اصلاح نفس بود یا تزکیه بود میتونستین عنوان برنامه را بگذارین اصلاح نفس یا بگذارین تزکیه؟ چرا زلال ایمان عنوان برنامه را انتخاب کردید؟ سوال شما از این موضوع که چرا زلال ایمان انتخاب شد و تزکیه نفس نگذاشتیم، گرچه به هر حال ما هدفمون همون تزکیه نفس هست. بله. اما موضوع بحث تزکیه، وقتی که ما از تزکیه صحبت میکنیم باید یک معنا و مشخص و مفهوم مشخصی داشته باشه. تزکیه هر کسی برای خودش از تزکیه یک تعریفی داره. یک به هر حال میاد و به یک روشی، به یک سبکی، به یک برنامه‌ای میاد و این رو برای ما مطرح میکنه. آیا میشه به هر اسمی اعتماد کرد؟ آیا میشه به هر حال روش و برنامه اعتماد کرد؟ نه. اون چیزی که ما رو به ایمان خالص میرسونه، اون چیزی که ما رو به ایمان صاف و زلال میرسونه، اون مراد ماست. به همین خاطر ما سعی کردیم که بیایم به این تشنگی و آتش خودمون رو در میدان تزکیه و اصلاح با ایمان سیراب کنیم، با یک ایمان زلال، با یک ایمان خالص. ما بعد وقتی میتونیم به هدف برسیم که از ایمان زلال یا از خالص ایمان سرچشمه گرفته باشه، دیگه اون موقع اونی هست که ما رو سیراب میکنه. همه ما تشنه ایم، همه ما انسان ها واقعا وقتی که خودمون نگاه میکنیم، هر جوانی، هر پیری، هر شخصی وقتی که میشینه با خودش خلوت میکنه، با خودش و کلاه خودش رو قاضی میکنه، وقتی به خودش نگاه میکنه، وقتی جلوی آینه انسان میسته و در آینه به خودش نگاه میکنه، نه به ظاهر خودش، به اصل خودش، به شخصیت خودش، به نفس خودش، به باور درونی خودش، اون موقع خودش درباره خودش قضاوت میکنه. وقتی ما این فرصت تفکر رو به خودمون میدیم و خودمون رو از این فضای شلوغ اطراف که الان در زندگی های امروز با این همه به هر حال مشغله هایی که به وجود اومده ما میایم، وقتی که از شهر خودمون رو میکشیم بیرون، از دیار میکشیم بیرون، میریم به دامن طبیعت، میریم به اونجایی که فطرت هنوز سالم مانده، میریم به اونجایی که هنوز اصلها همون گونه‌ای که هست باقی مونده. سعی میکنیم ما هم برگردیم با رفتن به دامن طبیعت به اصل خودمون. فرصت بیشتری در طبیعت اینجا میشه انسان با در کنار اون جمال و لطافت اون طبیعت، وقتی که در کنار یک چشمه زلال آبی هم قرار میگیره، یک نهر زلال آبی، و میخواد درباره ایمان صحبت بکنه، درباره ایمان فکر بکنه، وقتی که نگاه میکنه آدم به روح خودش که نگاه میکنه احساس میکنه و باور میکنه و یقین پیدا میکنه که خیلی تشنه است، خیلی تشنه است نسبت به یک احساس، خیلی تشنه است نسبت به یک باور. آرزو میکنه کاش
یک احساسی در وجود من ایجاد بشه که من از رابطه خودم با الله تعالی لذت ببرم، من از این رابطه انرژی بگیرم، از این رابطه رنگ بگیرم، اینقدر دیگه با هر بیدی مثل بیدی نباشم که با هر بادی بلرزم. این گونه نباشه که در زندگی هر مشکلی که اومد من رو کلا متلاطم بکنه، من رو پریشان بکنه، من رو نگران بکنه. انسان وقتی که زندگی اهل ایمان رو، بزرگان رو و پیشوایان ما و مقتدایان ما رو در ایمان میاد بررسی میکنه، قبطه میخوره، حسرت میخوره که چرا من نمیتونم مثل اینها باشم. این تشنگی و این آتش رو ما با ایمان میخوایم سیراب بکنیم. همه ما تشنه ایمانیم، همه ما نیاز به ایمان داریم، همه ما محتاجیم به ایمان و مسئله ایمان برای تمام انسان‌های روی زمین بلا استثنا. هر انسان روی زمین مسئله رابطه او با ایمان مسئله وقت فقط. هر انسان روی زمین یک روز ایمان میاره بلا استثنا، چه بخواد چه نخواد. ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. هر چیزی در آسمان و زمین برای الله تعالی میفرماید چه بخواد چه نخواد تسلیم شده هست. اون کسی که اعتراف میکنه به این ایمان و تسلیم شدن، اون که قبول کرده با طیب خاطر، اونی هم که اعتراف نمیکنه غیر مستقیم معترف به اون نظمی که الله تعالی در عالم گذاشته، قوانینی که الله تعالی در عالم گذاشته، سرنوشتی که الله تعالی برای بندگان تعیین کرده، مجبور بپذیره بخواد یا نخواد. استادشان ابلیس پذیرفته، همه باید بپذیرن. اون استادشون به قول شما ابلیس که اعتراف کرده به همه اینا اعتراف هم داشت، تمرد کرد. و از این عجیبتر هر انسانی ولو اینکه اصلا معتقد به وجود هیچ خالقی در عالم نباشه، بگه آقا دنیا تقی به توقی خورده و وجود اومده دیگه همینجوری، ما هم که به هر حال میمون بودیم، بعد بزرگتر شدیم، گوریل شدیم، بعد بزرگتر شدیم یک حیوان دیگه شدیم، کم 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 آدم شدیم، انسان شدیم. حتی همین انسان ها، حتی کسی که هیچ اعتقادی به وجود خالق نداره برای دنیا، در لحظه مرگش یقینا اعتراف میکنه. بزرگتر از اینا اعتراف کردن. فرعون، اونی که میگفت انا ربکم الاعلی، اونی که در عالم ما الان میبینیم آثارش رو، فقط کافی یک نگاهی ما بندازیم، یک سری اگر کسی نمیتونه حرکت کنه بره مصر و اهرام مصر رو ببینه، بره تصاویر اهرام مصر رو در اینترنت پیدا بکنه، بره فیلم های اینجا رو نگاه بکنه، بره از اون آثار باقی مانده تمدن فرعون و فرعونیان، تمدن چند هزار ساله مصر دقت بکنه. فرعونی که میگفت من خدای زمینم، فرعونی که این همه ظلم کرد و تجاوز کرد، در لحظه مرگش الله متعال میفهمد، اون لحظه‌ای که داشت غرق میشد گفت آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، من ایمان آوردم و اعتراف میکنم که خدای جز اون خدایی که بنو اسرائیل بهش ایمان آوردن وجود نداره. تو هم نگفت، یعنی آمنت میگه، گفت ایمان آوردم، اما این ایمان اون لحظه دیگه فایده نداره. همه ما ایمان میاریم، همه ما باید ایمان بیاریم. مسئله پذیرش یا عدم پذیرش ایمان اختیاری نیست، فقط مسئله وقته. همه ایمان میارن، اما یکی سر وقتش ایمان میاره، یکی دیر ایمان میاره. یکی سر وقت دارو بهش میرسه، نجات پیدا میکنه، زندگیش رو ادامه میده، یک آب زلال بهش میرسه، این زلال ایمان رو نوش میکنه و زندگی خودش رو با لذت ایمانش ادامه میده. اما یکی این دیر بهش میرسه، این زلال ایمان در آخرین لحظه که جانش داره میاد بیرون بهش میرسه که دیگه فایده نمیکنه. موقعی که جان میاد بیرون دیگه بس فایده ای نداره، تموم شد دیگه، دیر رسید به این ایمان. اما مسئله ایمان برای همه ما فقط یک مسئله وقته. ما با ایمان خودمون رو رشد میدیم. همه ما جانمون رو دوست داریم، همه ما به دنبال کمالیم، همه ما به دنبال حفظ جان و نفس خودمون هستیم، همه ما به دنبال جاودانه شدنیم، به دنبال ماندگار شدنیم. الان خیلی از انسان‌های روی زمین به دنبال اینن که داروهای پیدا بشه، وسایلی پیدا بشه که عمر انسان 1 سال بیشتر کنه، 10 سال بیشتر بکنه. خیلی از انسان‌ها، الان خصوص کسانی که اعتقاد به الله متعال ندارن، بیشتر در این میدان و در این بحث‌ها دارن تلاش میکنن تا چند روزی به عمرشون اضافه بکنن. ما همه ما انسان‌ها در این احساس مشترکیم، در حب نفس، در جسممون، در زندگیمون، در رسیدن به کمال، در رسیدن به آرامش، در رسیدن به سکون و همه تلاش‌هایی که در زندگی صورت میگیره به دنبال همینه. به والله هیچ راهی جز یک ایمان زلال نمیتونه ما رو به این آرامش برسونه، به این جاودانگی برسونه. جاودانگی در این دنیا و در اون دنیا. ما با آرامش میرسیم،
باب جاودانگی میرسیم، باب لذت میرسیم. زندگی انسان مؤمن با زندگی انسانی که ایمان نداره کاملا متفاوته. اصلا یک انسان مؤمن رو انسان میبینه، انسان مؤمنه، نه پول داره، نه ثروت داره، نه قدرت داره، نه جاه و مکانت داره، نه آنچنان مال آنچنانی داره، لنگکی زیر لنگکی بالا، نه غم دزد و نه غم کالا. اما این آدم چنان آرامش داره، چنان سکون داره، چنان استقامت داره در زندگی، چنان امید داره به زندگی، چنان تلاش و تکاپو داره در زندگی که میبینیم بزرگترین پادشاه‌های عالم ندارن. این از کجا پیدا میکنه؟ این رو از کجا به دست میاره؟ این قدرت از کجا میاد؟ این قدرت ایمانه. این قدرت اون قدرتی که در وجود انسان میاد به یک انسان جدید پیدا میکنه. یک انسان وقتی که به ایمان مزین میشه خود به خود خودش رو پیدا میکنه. انسان وقتی که ایمان داره، وقتی که در زندگی مشکلات اومد، وقتی که سختی ها اومد، وقتی که مصیبت ها اومد، خودش رو نمیبازه، خودش رو دوباره پیدا میکنه، خودش رو دوباره رشد میده، دوباره حرکت میکنه، دوباره تکاپو پیدا میکنه. انسان با ایمان در زندگی لذت میبره، انسان با ایمان در زندگی شاداب زندگی میکنه. زندگی مؤمن با زندگی کافر فرق میکنه. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله متعال میفهمد آیا انسانی که مؤمنه، مواظب خودش هست، خط و سرخ‌ها رو رعایت میکنه، یک نیرویی در درونش ایجاد شده که این رو با الله متعال ارتباط داده. این نیرو زندگیش رو عوض میکنه. این نیروست که یوسف علیه السلام رو پشت 7 در بسته، درهای قفل شده، جوان، زیبا، زیبارو، در اوج جوانی و زیبایی، در مقابل یک زن دیگه که جوانه، که زیباست، که درهای بسته پشت سرشه، که طلب از هدف خود زن هست، که هیچ کسی هم نمیتونه مانع لذت و کامجویی یوسف علیه السلام بشه. این مگه لذت نیست؟ مگه الله تعالی نفرمود زین للناس حب الشهوات؟ مگه هر مردی در وجود شهوت نیست؟ مگه دوست نداره شهوت رو؟ مگه دوست نداره این لذت رو؟ این طبیعت هر انسانی است. چی میشه که اینو ترک میکنه؟ اون لذت ایمانه. اون لذت یک نیروی عظیمتر از این لذته. اون لذت که ایمان وقتی در وجود میاد، این لذتی وقتی که طرف نگاه میکنه، اون لذت ایمان چنان این رو شیفته خودش کرده که این شهوت دیگه اصلا براش لذت نیست، بدش میاد اصلا. معاذ الله، این چین؟ پناه به خدا. اصلا این مفاهیم عوض میشه، معاییر عوض میشه. انسان مسلمان برای خودش مبنا داره، انسان مؤمن در زندگی برای خودش یک میزان سنجش متفاوتی داره، زندگیش فرق میکنه. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا اون کسانی که دنبال بدی ها هستن، گناه میکنن، اجترحوا السیئات یعنی کسبوا السیئات، کسانی که گناه میکنن در زندگی، آیا گمان کردن که من الله با عظمت زندگی اینها و مرگ اینها رو برابر قرار میدم؟ سواء محیاهم، دنیای اینا فرق میکنه قبل از آخرتشون، قبل از مرگشون. سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. کسانی که همچین حکم میکنن خیلی حکم بدی کردن. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. آیا مؤمن مسلمان با یک انسان مجرم گناهکار ابلیسی اینا برابرن؟ چی شده شما رو که اینطور حکم میکنی؟ امکان نداره. این قانونه، اینا قانونای الله تعالی است، اینا قانون دنیاست. چطور دو تا میشه 4 تا؟ ایمان و کفر هم حکایتشون اینه. حکایت 2 تا 4 تاست. الله متعال افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. انسان مؤمن و انسان فاسق در زندگی برابرن؟ امکان نداره برابر باشن. احساس مؤمن، زندگی مؤمن، لذت ارتباط با الله نزد مؤمن، استقامت در زندگی نزد مؤمن، اهدافی که زندگی داره نزد مؤمن و مؤمن در زندگی داره، اون آینده‌ای که مؤمن می‌بینه، اون مسیری که مؤمن داره پیش میره، اون حرکت‌هایی که مؤمن میکنه، هرگز این زندگی ما می‌بینیم که دو نوع انسان در یک شرایط مساعد با هم زندگی میکنن، بلکه شرایط اصلا قابل مقایسه نیست. یک انسان مؤمن با یک انسان کافر، یک انسان مؤمن پایبند با یک انسانی که ایمان داره اما ایمان هم درجات داره دیگه خودش. ایمان ها با هم فرق میکنن. در دایره ایمان افراد متفاوتن. یک عده خارج از این دایره هستن، اونا که اصلا ایمان ندارن، خارج از این دایره. داخل خود این دایره هم اونایی که هرچی به مرکز نزدیکترن، به اصل ایمان، به زلال ایمان نزدیکترن، اونا ایمانشون بیشتره. اصل پیش انبیاست، اصل پیش اون اولیایی است که الگو هستن برای ما. فبهداه مقتده، اوج ایمانن. هرچی از این اصل دورتر میشیم ایمان ها ضعیفتر میشه. اما هست
ماه رمضان میاد، کسی که خارج از ماه رمضان تن خودش رو میفروخت، یک خانومی مردی به دنبال همین چیزها بود، هر رابطه بدی که داشت، نمازش رو نمیخوند، قطع رابطه کرده بود با دین و ایمان و باور. اما رمضان که میاد، به احترام رمضان، بچه مسلمونه دیگه، هر چی باشه توی محیط مسلمون به دنیا اومده او با اجدادش مسلمون بودن، همون کلمه شهادتینش رو میگه، بهش بگی ایمانداری، بگه برای مسلمونم، خجالت میکشه بگه نه. اما اگر پیش خودش بشینه قضاوت بکنه، شرمش میاد که بگه مسلمونم، اما میگه مسلمونم، اما بازم امیدوار هست. بازم وقتی که کعبه رو ببینه دلش میتپه برای اینکه بره زیارت کعبه. بازم وقتی که قرآن رو برمی داره ورق بزنه، قداست قرآن براش هست، میبوسه رو سینه‌ش هم میگذاره. وقتی که دست بزنه بدون وضو نمیاد دست بزنه. وقتی که اینجا باز میکنه قرآن رو ورق میزنه، یه نگاه میندازه، خجالت میکشه. احترام هستین. رمضان میاد جوری خودش رو میگیره. رمضان میاد اون گناهانی که قبل از رمضان داشته انجام نمیده. یا بعضی روزها میرسه دوست داره بره مکه، اگه بهش بگی میره مکه چرا نره؟ حتما میره مکه. ایمان مونده، هنوز ایمان داره، این شخص ایمانش کمتر از اون شخصی است که همیشه همینطوره. یعنی چارجش کم شده، نیاز به چارج داره. این نیاز به تقویت ایمان داره. این نیاز داره که لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، یا ایها الذین آمنوا آمنوا. همه ما مؤمنان، همه ما انسان ها بلا استثنا، همه ما مسلمان ها، همه ما نیاز داریم که ایمانمون رو تقویت کنیم. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا ایمانی که داشتیم رو تقویتش کنیم. ایمان با اعمال صالح تقویت میشه. ایمان هرچی عبادت ها بیشتر میشه، ایمان بالاتر میره. قل انما انا بشر مثلکم، بگو من انسانی مثل شما هستم ای پیامبر. یوحا الیه، به من وحی میشه. فرق من و شما اینه که من وحی میشه. انما الهکم اله واحد، خدای شما یک خداست، الله متعال. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امید ملاقات الله تعالی رو داره، ایمان داره به الله تعالی، به روز قیامت، با اون لحظه که ملاقات میکنه با الله تعالی، فلیعمل، باید عمل کنه، عملا صالحا، عملی که صالح باشه، درست باشه. ولا یشرک بعبادت ربه احد، و شرک هم نکن هرگز. عمل در ایمان بسیار مهمه و اینه که ما رو رشد میده در ایمان. و مراتب درجات ایمانی هم باز برمیگرده به میزان خود این عملی که ما انجام بدیم و این عمل برخواسته از اون ایمان. هرچی ایمان رشد میکنه عمل پررنگتر میشه، هرچی رابطه با الله دوستانه تر میشه. انسان هرچی محبتش به یک ذات، به یک شخص بیشتر میشه، خود به خود رابطش با اون بیشتر پررنگتر میشه، رفت آمدش بیشتر میشه، صحبتش بیشتر میشه، از رابطه با اون لذت میبره. وقتی که میشنویم در شب ازدواج صحابی میاد به خانه، شب اول زندگیه، عروس خانم رو تازه آوردن در حجره، اجازه میگیره، اجازه بده من 1-2 رکعت نماز بخونم. چرا؟ عروس پیشش نشسته، حلال، حرام هم نیست. شب ازدواج رو خیلی ها میگن زیباترین شب زندگی انسانه، زیباترین لحظاتشه. الان میگه باشه برو 1-2 رکعت نماز بخون، میره تو اذان صبح نمازش دور میکشه. دوباره چی میگرده این آدم؟ کجاست این آدم؟ در کدوم دنیا این آدم سیر میکنه که ما نمیتونیم درکش کنیم؟ چرا این مفاهیم برای ما تعریف شده نیست؟ چرا نمیتونیم این رو ما در زندگی خودمون مشاهده بکنیم؟ دیگه انسانی در شب ازدواج عروس اینجا نشسته منتظره، بعد از روزها انتظار تازه به هم رسیدن، 2 رکعت میخواد نماز بخونه، نمازش انقدر طولانی میشه، مشکلی نداره با عروسش، مشکلی نداره با خانمش، قهرم نیستن، دشمنم نیستن، انسانم هست. اما یک نیروهایی در وجود این شخص هست که این نیرو براش خیلی ارزشمندتره، خیلی لذت بخشتره. رفته 2 رکعت نماز بخونه، چنان غرق در این رابطه شده، چنان شیفته و شیدای این عبادته که اصلا از خود بی خود شده، متوجه نیست. نه که عمدن بخواد لج خانمش رو در بیاره. اذان صبح میشه، شب بعد این حکایت تکرار میشه، 2 رکعت نماز بخونم. خانم به احترام شوهر نمیتونه بگه نه، میتونه منعش کنه از ارتباط با الله تعالی، اما این 2 رکعت نگو که دو دنیا بگو که این دنیا طول میکشه تا اذان صبح، باز اونم اذان صبح بلند میشه میره برای مسجد، باز این حکایت تکرار میشه. آخر خانم
میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله حکایت این گونه است و اون رو باز تذکر میده رسول صلی الله علیه و سلم. این قدرت ایمانه. شب ازدواج حنظله صحابی ازدواج کرده با خانمش در مدینه منوره، همون شب تازه به هم رسیدن. حنظله ابن ابی عامر باباش از بزرگان مدینه است، مسلمان نشده، کافره. اون طرف خانمش هم دختر عبدالله ابن ابی رهبر منافقین مدینه است که از سرداران مدینه در پست و مقام و ثروت. اون یکی میشه گفت شاهزاده است، این یکی هم شاهزاده است. اینا دو تا بچه مسلمون شدن. حنظله مسلمان شده، خانمش هم مسلمان شده. بابای هر دو تاشون کافرن و از بزرگترین دشمنای اسلام. ازدواج میکنن. ازدواجشون مصادف میشه با شب جنگ احد. فردا احده. امشب ازدواجه. حنظله ازدواج میکنه. امشب ازدواج میکنه. اذان صبح شمشیرش رو برمیداره، حرکت میکنه میره کجا؟ میره احد. جنگه. 3000 نفر تا بن دندان مسلح اومدن برای کشتن. اومدن تا قنوقم کنن. میره اونجا. شهید میشه. کشته میشه. میتونست به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه یا رسول الله من دیشب تازه ازدواج کردم، منو مرخص میکنید از جنگ. اما هرگز نمیگه اینو. شهادت براش خیلی زیباتر از ازدواجه. رفتن پیش الله تعالی براش خیلی زیباتر از ماندن پیش همسره. این چیه؟ این نیروی ایمانه. اون طرف خانمش رو نگاه کنید. خانمش در شب ازدواج، صبح ازدواج، در همین بحبوحه و گیراگیر جنگ که داره میره، با همسرش هم بستر میشه. در احد رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که میبینن حنظله رو فرشتگان دارن غسلش میدن، شهید و کسی غسل نمیده وقتی که در معرکه کشته بشه، تعجب میکنن. فرشتگان اومدن حنظله رو بردن با آسمون در یک ظرفی از طلا آوردن، کاسه هایی از آب زمزم شستنش، آوردنش روی زمین گذاشتنش و صحابه وقتی که حنظله رو به قبر میگذاشتن هنوز از موهای مبارک و نازنینش داشت آب میچکید. تعجب کردن. برید از همسرش بپرسید که حکایت چیه؟ چرا اینو غسلش دادن؟ رفتن گفت بله حنظله فرصت نکرده بود که غسل بکنه و رفت به جنگ. از بس شوق شهادت داره فرشتگان اون رو غسلش میدن. گفتن به همسرش که چرا این کارو کردی؟ مگه نمیدونستی جنگه؟ کشته میشه آدم. چرا این کارو کردی که غسل واجب بشه براش؟ جواب همسرش رو گوش کنید. اونم کمتر از حنظله نیست. همسر حنظله است. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. این دوتا مثل همن. گفت شب خواب دیدم که حنظله به سمت آسمون رفت، آسمان دهن باز کرد، حنظله رفت، دم آسمان بسته شد، برنگشت. یقین داشتم که حنظله در این جنگ کشته میشه و بر نمیگرده. دوست داشتم که از این انسان مجاهد شهید در راه الله تعالی یادگاری پیش من بمونه. نمیخواستم که رابطه من با این قطع بشه. روز قیامت میخواستم ثابت بکنم که این همسر منه، اینم بچهش، دلیل من، پسرش. بعدن عبدالله به دنیا آمد. عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. و خانمش میتونست که خانم بود، میتونست بگه شاهزاده هم بود، میتونست بگه خب خوابم دیده بود، خبرم داشت کشته میشه، میگذاشت همون دوشیزگیش باقی بمونه، بعدش ازدواج بکنه با هر کسی دلش میخواست. وضعیتش خیلی بهتر بود. ظاهرا یک دختر بیوه رو با یک کسی که دوشیزه است، خیلی متفاوتی در جریان خواستگاری. اما چیه که این گونه این انسان‌ها در یک دنیای دیگه زندگی میکنن؟ ما الان چرا دور شدیم از این مفاهیم؟ چرا اینها اگر به والله بعضی از این حکایت هایی که در تاریخ اسلام از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم آدم میخونه و آنچه که از انبیای الهی در قرآن و صحابه ذکر میشه، اگر اینها به سند صحیح برای ما بیان نمیشد میگفتیم دروغه. ما الان تحملش برامون آسون نبود. خیلی از اینها رو ما چون نمیتونیم باور کنیم انکار میکردیم. اما اون ایمان رو نداریم، اون احساسی که اونا داشتن نداریم. شاید دقیقاً تفاوت ما با اونها همینه. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ای صحابه ایمانی به مانند شما آوردند هدایت شدند. ایمانه، مسئله سر ایمانه. ایمان اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم که بله من الحمدلله من بچه مسلمونم، خدا رو شکر، نسل اندر نسل من مسلمان زاده هستم،
و نام من محمد هست، نام من احمد و حسن و حسین و علی و ابوبکر و عمر هم هست و عایشه و فاطمه و زینب هم اسمم هست. خب شما نماز صبح خوندید، والا سخته، آدم خواب بلند میشه. آخرین باری که شما نماز خوندی در مسجد کی بود؟ آخرین باری که نماز خوندم والا همین 2-3 ماه پیش مهمون اومده بود، داشتن میرفتن مسجد، با هم رفتیم مسجد نماز خوندیم. خب آخرین باری که شما قرآن خوندی کی بود؟ والا شروق انسان سرش شروق وقت نمیکنم نماز بخونم. خب شما از این اذکار و اوراد چیزی بلد هستی بخونیم؟ ذکر، ورد، اینا چیه؟ دیگه شما الان روسری چیز خوبیه اگر استفاده بکنیم. والا تو خیابون آدم میره باز مسخره میکنن آدم رو. خب این همه آرایش میکنی، شما تشریف میبری بیرون، فکر نمیکنی با اون اسمی که روی خودت گذاشتی منافات داره با ادعای ایمان؟ والا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. بده، زشته دیگه. آدم بعد میره بیرون میگن ببین این عقب مونده رو نقاب زده، این عقب مونده رو ببین چی کار کرده. این حکایت خیلی فرق میکنه با اون چیزی که الله از ما میخواد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. آیا این آیه که الله متعال در سوره انفال میفرماید، آیه 2، مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام الله ذکر میشه دلشون میلرزه. طبیعت حب اینه. هر وقت انسان شیفته و شیدا یک ذاته، یک شخصه، تا اسمش میاد میبینیم یک نفری انسانی عاشق یک انسان دیگه است. تا اسمش میاد این طرف خود به خود این نگاه میکنه، این طرف یک نگاه میکنه، اون طرف چی میگن درباره فلانی دارن صحبت میکنه، خود به خود درش میتپه. این نشانه حب واقعی است. الله تعالی میفرماید مؤمن کسی که وقتی آیات قرآن خونده میشه وجلت قلوبهم، دلش میلرزه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، نام الله گرفته میشه دلش میلرزه. وقتی آیات قرآن خونده میشه زادتهم ایمانا، ایمانش رشد میکنه، ایمانش بیشتر میشه. آیا ما هر وقت قرآن میشنویم اصلا حاضر هستیم قرآن بشنویم؟ در محفلی، در مجلسی، هر جا قرآن خونده میشه فکر میکنیم کسی مرده. در بعضی از مناطق ما اینطوری است، تا صدای قرآن از خوانی بلند شد فکر میکنیم کسی اینجا مرده، محفل ختم قرآنی برای مرده است. آیا حاضر هستیم مثلا قرآن گوش بکنیم یا نه؟ این خواننده ها و چرنده ها و خزنده های دور بر انقدر در گوش ما دارن میخونن فرصت نداریم. یا وقتی که قرآن خوانده میشه آیا واقعا ما این ایمان در وجود ما تقویت میشه؟ اینها همه مسائلی است که نیاز داره ما شما در این باب صحبت بکنیم و ان شاء الله در خلال مسیر پیش رو این مسیر رو ادامه خواهیم داد. ان شاء الله. تشکر استاد سلیمانی عزیز. البته 5 دقیقه از وقت برنامه ما باقی مانده. فقط میخوایم که بر ما بگویید که کدام موضوعات را در این برنامه زیر بحث قرار میدید تا بتوانیم توسط آن موضوعات همان تزکیه یا اصلاح نفسی که گفتین یا رسیدن به زلال ایمانی که هدف اساسی این برنامه هست رو به دست بیاریم. ما ان شاء الله باید در این باب شروع بکنیم از موضوع بحث ایمان و معرفی ایمان که ما بفهمیم که اول اصلا وقتی که ما ایمان به الله تعالی رو صحبت میکنیم رابطه ما با الله تعالی باید چطور باشه. ما اصلا اول الله تعالی رو باید بشناسیم، نشناختیم. ما قدر الله حق قدری. الله تعالی میفرماید اونگونه که شایسته الله متعال است بشناسنش نشناختنش. ما باید الله متعال رو در خلال صفاتش، در خلال عظمتش، ربوبیتش، الوهیتش ما باید بشناسیمش. ما باید الله تعالی، یکی از دلایل اینکه ضعف ایمان ما عدم شناخت کامل الله تعالی است. ما هرچی الله تعالی رو بهتر بشناسیم علاقه ما بهش بیشتر میشه، محبت ما بهش بیشتر میشه، رابطه ما باش بیشتر گرمتر میشه، ما ایمان ما خود به خود تقویت میشه. بعد از الله متعال که خود الله متعال باز ما رو امر کرده به موارد دیگری که اونها رو هم باید در بحث ایمان ما مد نظر بریم، ما باید رابطه‌مون با اون نیروهایی که الله متعال دور بر ما قرار داده از ملائکه باید رابطه‌مون با اونها تجدید نظر کنیم. نیروهایی هستن که الله متعال فرستاده، اونها رو فرستاده برای ما، اونها رو فرستاده با ما هستن. هیچ انسانی تنها نیست، در هیچ شرایطی تنها نیست. ملائکه با او هستن، کرام الکاتبین با او هستن، ملائکه حفظه برره با او هستن، کسانی که از حفظ میکنن، ملائکه دیگری هستن. اینها نیروهایی هستن، اینها موجوداتی هستن، اینها ذات‌هایی هستن که ما باید اینا رو بشناسیم که آثار آشنایی با اینها، نحوه تعامل ما با اینها، رفتار ما با اینها، اینا همه در وجود ما، در ایمان ما تاثیرگذاره که ما بدونیم که کجا زندگی میکنیم. اصلا دید ما نسبت به دنیا باید یک دید جدید باشه، دید ما نسبت به اطراف باید تفاوت پیدا بکنه. ما در بحث شناخت ماحول خودمون ما باید
نسبت به موجودات، نسبت به برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. همه این موارد رو شناخت الله متعال، شناخت فرشتگان و ملائکه، شناخت بیشتر پیامبران الهی و اون چیزی که به درد ما میخوره در بعد ایمانی، که ما چطور ایمانمون مثل انبیا باشه، چطور میتونیم به این درجات برسیم. اونها الگو هستن برای ما. هیچ وقت ما شاید به اون درجه نرسیم، اما تلاش بکنیم که از اونها یاد بگیریم چطور میتونیم از زندگی اونها در تجدید ایمانمون ما استفاده بکنیم و مثل اونها باشیم، مثل اونها زندگی بکنیم. در موضوع تعامل ما با کتاب‌های آسمانی، علل خصوص در قرآن کریم، با رابطه ما با قرآن کریم، تأثیر ایمان ما، چه تأثیری بر ایمان ما در قرآن کریم، در این باب بیشتر صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. ما در موضوع بحث قضا و قدر الهی که نقش بسیار مهمی در بحث ایمان ما داره، قضا و قدر، آنچه الله متعال برای ما مقدر کرده چی هست، چطور باید رابطه داشته باشیم، چه نقشی در ایمان ما داره. در موضوع آخرت و بحث قیامت، در بحث مرگ، در بحث بهشت و دوزخ، مسیری که پیش رو داریم. شناخت اینها و تأمل این، تفکر در این موضوع خود به خود ایمان ما رو اصلاح میکنه. این از مواردی هست که ما در بحث ایمان باید بهش بپردازیم. همه این موارد، علاوه بر این موارد، آنچه که سبب تزکیه نفس ما میشه، آنچه که ما رو تربیت میکنه، ایمان ما رو به ایمان ما کمک میکنه، مواردی که سبب میشه ما ایمانمون تقویت بشه روز به روز، مواردی که ایمان ما رو تحت خطر قرار میده و ایمان ما رو مورد هجوم قرار میده، اینها رو ما باید بشناسیم و از اونها سعی بکنیم که خودمون رو برحذر بداریم. و یک ایمان خالص، ایمان ما مثال هایی خواهیم داشت حتما ان شاء الله از انسان هایی که ایمان اونها برای ما الگو هست، برای ما ملاک هست، و واقعا بفهمیم که آیا ما در ایمان به اون درجاتی که از ما خواسته شده رسیدیم یا نه، در خلال مقایسه خودمون با اون افرادی که از انبیا هستن، از اولیای الهی هستن، حکایت های اونها، داستان های اهل ایمان که برای ما درس است در قرآن کریم و در روایت‌های ثابت و در تاریخ صحیح آنچه که برای ما رسیده. همه این موارد رو ان شاء الله حول همون محور تزکیه و خودسازی و اصلاح برای دست یافتن به یک ایمان خالص و اون زلال ایمانی که ان شاء الله هدف ما هست، ان شاء الله در این برنامه بیشتر و بیشتر مطرح خواهیم کرد ان شاء الله به امید الله تعالی. ان شاء الله این موضوعاتی رو که اشاره کردین، گفتین از بعد علمیش کم میپردازیم. هدفتون از این چی بود؟ هدف ما این نیست که ما در این برنامه بیایم بشینیم و یک کلاس عقیده درست بکنیم که آقا حتما باید ایمان این شرط داشته باشه، این شرط داشته باشه. ما فقط گفتیم روی همون محور تزکیه و خودسازی و نقش این باور در زندگی ما به صورت عملی، چگونه با این اعتقاد ما باید ارتباط برقرار بکنیم. ما نمیخوایم فقط بعد عملیش باشه. الان ما یک کسی ساختمانی رو روی نقشه میاد چیکار میکنه؟ میسازه. آقا این طرحش، این نقشهش، اینم مهندسی میکنه، همه چیز آماده است. اما تا وقتی این در میدان عمل نیاد، تا وقتی که این ساخته نشه، تا وقتی که این بنا تکمیل نشه، ارزشی پیدا نمیکنه اونقدر. ما هدف ما چی هست؟ هدف ما این است اون چیزی که مطرح شده رو در میدان عمل چگونه از اینا استفاده بکنیم. چطور ما مثلا با اسماء و صفات الله متعال، من از شناخت صفات الله متعال، اسماء الله متعال، چطور این صفات رو در زندگیم بیارم؟ من با شناخت و رابطه نسبت به ملائکه، چطور من با ملائکه زندگی کنم؟ چطور ملکی باشم؟ چطور احساس کنم وجود ملائکه رو در زندگی خودم؟ من چطور احساس بکنم واقعا نزدیک شدن به قیامت رو؟ من چطور احساس بکنم؟ من چطور طوری زندگی بکنم که خودم رو چگونه میتونم مسافر این دنیا بدونم به سمت قیامت؟ همه این موارد ما از بعد عملیش، از بعد نحوه رابطه ما با اینها، نه بحث علمیش رو. بحث علمیش رو به هر حال همه این صحبتایی که مطرح میشه برگرفته شده از اون مباحث علمی مستند هست. ما بس پیش خود هیچ حرفی رو اینجوری مطرح نخواهیم کرد، اما هدف ما این نیست که فقط اون مسائل علمی رو صرف مطرح بکنیم، گرچه اصل اعتماد ما یقینا بر همون مباحث ثابت شده از کتاب الله و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم هست. اما در میدان مطرح کردن، در میدان صحبت ان شاء الله سعی می‌کنیم به طوری به شکل به این موضوع بپردازیم که فقط صرف یک کلاس درسی که اطلاعات عمومی یا خدای نکرده ایمانی ابلیسی داشته باشیم میگونه نباشه. ما می‌خوایم که زندگی کنیم ایمان رو. هدف ما اینه که ما ایمانی در زندگیمون به دست بیاریم، با همکاری هم ان شاء الله، با تلاش و مذاکره، که بتونیم به اون معنای حقیقی زور ایمان رو در زندگی بچشیم. می‌خوایم ایمان رو تجربه کنیم ان شاء الله. با این محتویاتی که شما اشاره کردین، با این سبکی که می‌خوایم برنامه رو اجرا بکنیم، بدون شک بنده زیادی از
اطراف و نواحی متعدد دچار مشکلات شاید باشند در باد ایمان، در باد تبارز ایمان، زندگی ایمانی. اگر اونا بخواین که مشکلشان را با شما حل بسازن یا مشکلاتشون را توسط این برنامه حل بسازن، در این مورد پیشنهادات داشته باشن، دلگفته های داشته باشن، حتما انشالله در این باب عزیزانی که نظر پیشنهاد ان شاء الله در چند برنامه پیش رو ان شاء الله تماس‌های تلفنی هم خواهیم داشت. عزیزانی که میتونن به صورت زنده با ما تماس بگیرن، در برنامه مشارکت کنن، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام شبکه جانی و سالق، هر پیشنهاد، نظر و انتقادی، سوالی در برنامه زلال ایمان دارن، فقط لطف کنن بنویسن زلال ایمان که متوجه بشن عزیزان که مرتبط برنامه است. و صفحه فیسبوک هم ان شاء الله در این برنامه صفحه فیسبوک خاصی هم برای این برنامه اختصاص خواهیم داد، برنامه زلال ایمان، که عزیزانی که ان شاء الله هستن بتونن راحت از طریق اون صفحه هم ان شاء الله مشارکت بکنن و از طریق به هر حال تمام آن وسایل ارتباطی که در شبکه جانی و سالق برای عزیزان از طریق فیسبوک، از طریق واتساپ، تلگرام و اس ام اس و از طریق پیامگیر صوتی هست، باز هست برای عزیزان که علاوه بر این که ان شاء الله در برنامه‌های پیش رو چند برنامه پیش رو ان شاء الله تماس‌های تلفنی به صورت زنده در خود برنامه رو ان شاء الله خواهیم داشت. ان شاء الله. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم. تشکر از شما. بنده عزیز، تشکر از شما هم تا این لحظات با ما بودید. امیدوار هستیم که این برنامه جدیدی که به عنوان زلال ایمان و هدف اساسی آن هم اصلاح نفس یا تزکیه یا رسیدن به همان زلال و نقای ایمان هست، بتوانیم ما و شما، البته همه ما نیاز به اصلاح داریم، نیاز به تزکیه نفس داریم، به آن تزکیه دست یابیم. تشکر از احمد جان هم که این هم زمینه را مساعد میکنن و بالله عزیز همیشه مایزون را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني